با اخباری آزادی خوش آمدید. با سلامی دوباره بیننده عزیز، نشرین نوی برنامه رو امروز 3 مارس از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد میکنیم. من زرنگزی نوروزشاه و امروز در برنامه این گزارش رو داریم. مردی که زن و فرزندش را کشت و آتش زد 23 سال زندانی شد. نزدیکان زن از حکم راضی نیستند. دولت همه دنیا با قانون باشه اگر یک عمر سود کنه تا که دیگه این حادثه ها روی نتید هیچ جا. من باره مادرها سخت نگرده. در یک ری در قزاقستان بیش از 700 مهاجر دستگیر شده است. مهاجران تاجیک میگویند آنها را به اساس تنها برای نشان دادن این نتیجه بازداشت میکنند. و یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل برای تحقیق قضیه پرسر و صدای زهرآلودشوی دختران ایرانی در مکتب‌ها کمک میکند. هفته گذشته دادگاه ولایت سوخت حکم مردی را که زن و کودک نابالغش را کشته و آتش زد اعلام کرد. با قرار دادگاه زاکر اعظموف 37 ساله 23 سال حبس شد. ایبدار کننده دولتی برایش 25 سال طلب کرده بود. پیوندان زن کشته شده از حکم دادگاه ناراضی‌اند. فرزان محمدی با جانب ها صحبت کرد و درباره این حادثه گوش نشنید. گزارش می‌دهد. هم قاتلی کردم هم علام سر داده. پیوندان فیروزه اعظموی 36 ساله و سیادجان اعظموف 9 ساله که از جانب سرابان خانواده زاکر اعظموف تیرم‌های سال گذشته کشته شدند، حکم دادرس را ناعادلانه مینامند. دادگاه ولایت سوخت گناهکار را به 23 سال زندان محکوم کرد و برای شکایت از بالای این حکم فرصت داد. ما شکایت میکنیم. ما قانون رو چه بگه یک مورد برادری آدم ها این خیلی آدم ها نبراد دنیا با نو ساله نخواه که به فرزند خود را کشد این خیلی انسان ها راضی نیست این سوده دین انگی برد. دولت همه دنیا با قانون باشه اگر یک عمر سود کنه تا که دیگه این حادثه ها روی نتید هیچ جا. من باره مادرها سخت نگرده. این خانواده میخواهند برای بازبینی حکم به دادگاه عالی و به پرزیدنت تاجیکستان مراجعت نمایند، زیرا به قول آنها حادثه قصداً و به شیوه وحشت‌آور صورت گرفته است. در حقیقت رأی موجب مردم جمع شدن همسایه‌شان خانه در گرفتگی در آنجا بینم جسدها هرش خواب جسدها خواب و گشته من برآمده شعبه کارهای داخلی ناظر منطقه به زنگ زدم کارهای داخلی به زنگ زدم و ناسه آمدگی رو دیدم من و حالت دیده تمام حالت شاب و فرامده بعد از کم سالم آمده بینم اگر و علکه اونجا به کشته و سوزاندگی در گرفتیم. ولی پیوندان زاکر اعظموف 37 ساله میگویند به این هم حکم سنگین است. همزمان آنها نمیخواهند شکایت کاساسیونی برند. دولت البته دیده برآمده بعد حکم نمیبرد که همچون نمیبرد که بعد مثلا وی شون که دولتی نکرد است که وی عمری بود که وی باید همت یکین آدم باشه دیگه همچون 60 میدرد خودتون فالکنه 37 60 میدرد همون مدت تغییر کنن میبرد بس حال معامله نبود حادثه آخر ماه نوامبر سال گذشته در جماعت شهرک مهندآباد ناحیه ظفرآباد رخ داده و در این باره ریاستی وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت نیز گزارش داده بود. در آن گفته می شود که این کشتار دهشتبار در زمینه رشک به عمل آمده است. جنگ و جنجال در خانواده را پیوندان هر دو جانب نیز تصدیق می کنند. بعض روز نمیداد تلفن میکرد اپا کلنا متگیره میکرد فیروز بازمین شود همش میگذره اپا به خبر تیم نباشه نه خبر نده روز زیرش کرده گیره کرده تلفن میکش گفت دخترم یکان حالتی آیلش اومده خبر نمیکشید. من به نمیگفت اگر کلی نام نگفته باشد من به یکان چیز نمیچم یک هفته پیش من بکرد من کسی دل هایم دولین هایم من بعد ترسش نمیگفت که مادرم به یکان چی میشد گفته همون ممین بنزین یکم برد. در تاجیکستان در پی مناقشه های عائلوی رخ دادن جنایت ها احیانا وامی خورد و کشتن و سوزاندن زن و فرزند از جانب شوهر ساکنان منطقه را حیرت زده کرده است. کارشناسان میگویند مقامات دخلدار و روانشناسان باید با چنین عائله ها کار کنند و از چنین دهشت ها پیشگیری نمایند. جداشوی عائله و خشونت خانوادگی نیز در کشور یک موضوع داغ گردیده است.
بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظری دارید با بحث ها در این مسئله در صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی همراه شوید. طی هفته‌های اخیر در شهر الماتای قزاقستان عملیات گسترده علیه مهاجران کوری ادامه دارد. مقامات این کشور سبب تشکیل ریدها را پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی شرح دادند. اما چندی از زادگان تاجیکستان از بازداشت‌های بی‌اساس کارمندان پلیس و نگهداری در تحویلگاه‌های بدون شرایط شکایت دارند. شعلای گلخواجه این موضوع را پیگیری کرده است و جزئیات بیشتر می‌دهد. Заставляют люди все порвали куртки на машину вот сотрудники милиции, вот смотрите, вчера поймали тоже, вот еще, вот пожалуйста, каждый день поймают нас спецприем. این بحث لفظی مهاجر توجیک هفته جوری نه در روسیه بلکه با پلیس قزاقستان در شهر الماتو صورت گرفته است. برادر این مهاجر را که در یکی از ساختمان‌ها فعالیت می‌کند، کارمندان مقامات انتظامی برای تفتیش حجت بازداشته در داخل ماشینشان لط و کوب نمودند. همچنین تهدید کردند که اگر نواری ثبت نموده مهاجران جای نشر شود، آنها را از قزاقستان اخراج می‌کنند. این در حالی است که بنابر شکایت گروه مهاجران توجیک روزهای اخیر با وجود داشتن همه سندهای قانونی برای بود و کار در قزاقستان از سوی پلیس این کشور بازداشت می‌شوند. به نقل آنها روز 21 فوریه 10 نفر از کارمندان مقامات انتظامی ساعت 5 صبح به جای خوابشان درآمده 52 مهاجر توجیک را به ماشین‌ها بار کرده به مرکز مهاجرت بردند. در آنجا حجت‌های اکثریت را گرفته و خودشان را به تحویلگاه پلیس انتقال دادند. یکی از این مهاجران که از بردن نامش خودداری می‌کنیم به رادیو آزادی نقل نمود که آنها را در این تحویلگاه در شرایط بد و با شکم گرسنه چند روز نگاه داشتند. به گفته مصاحبه ما 52 مهاجر در اتاق شب را روز می‌کردند که اصلاً برای 16 نفر پیش بینی شده بود. یک نان و یک کاسه خوراک را باید 4 نفر بین خود تقسیم می‌کردند. در عین زمان پلیس شهر الماتو روز 27 فوریه در سامانه رسمیش از برگزاری عملیات گسترده زیر عنوان مهاجر خبر پخش کرده از اولین نتیجه‌های نظررس آن حساب داد. در این خبر از جمله آمده است که در دوام 4 روز عملیات 689 نفر با گناه نقض قانون‌های مهاجرت به جوابگری مأموری کشیده شدند. 83 شهروند خارجی را از قزاقستان اخراج کردند. نوار چگونه بیرون کردن بیش از 30 مهاجر تاجیکستان و ازبکستان از این کشور نیز در همین سامانه نشر شده است. از حد بوتوچینوف سردار خدمات مهاجرت دپارتمنت پلیس شهر الماتو میگوید همچنین در نتیجه رید 464 مهاجری را که با خود حجت نداشتند به تحویلگاه بردند. 40 کارفرمای قزاق را برای ویران کردن قاعده‌های جلب کارگران خارجی مجازات کردند. در رابطه با ویران کننده های قاعده های مهاجرت 8 پرونده جنایتی باز شده است. در این برابر 2 نفری که در جستجوی بین المللی قرار داشتند بازداشت گردیدند. Уважаемый старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, я ничего не разрушал, я ничего не делал. Вот передайте телефон, вы обещали, дайте телефон. بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف اظهار آمادگی کرده است که به ایران در تحقیق بحران مربوط به زهرآلودشوی پراسرار شاگردان مکتب‌های دخترانه کمک می‌کند. از ماه نوامبر به این سو در 4 شهر ایران بیش از 30 مکتب دخترانه از حالت‌های زهرآلودشوی، دلبه‌حضوری و بستریشوی دختران شکایت کردند و روز 2 مارس مقامات جمهوری اسلامی گفتند که این قضیه‌ها تحقیق خواهند شد. خیرامان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. وزیر بهداشت ایران گفت در چند ماه گذشته صدها شاگرد مکتب‌های دخترانه زهرآلودشوی سبوکی را تجربه کردند که همکنون باید تحقیق شود. برخی سیاستمداران اشاره می‌کنند که شاید این کاری دست گروه‌های تندروی است که ضد تحصیل دخترانند، ولی تا حال هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت این واقعه را به عهده نگرفته است. گاز می‌آمد اولی کلاس، بعد یکی از بچه‌ها حالش بد شد، سرگیجه گرفت. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفت کمیته ویژه‌ای رو ما مأمور کردیم که در این رابطه بیان و تحقیق بکنن که این کمیته از بهترین اساتید سمت‌شناسی کشور و اساتید دانشگاه‌ها حالت‌های زهرآلودشوی دختران که برخی والدان را مجبور کرد فرزندان را از مکتب بگیرند، شبهه و گمان‌های را در زمینه عاملان احتمالی تشکیل این حمله‌ها در پس منظر سرکوب موج اعتراض‌ها از حکومت در پی مرگ مهسا امینی 22 ساله در اداره پلیس که با گمان حجاب نادرست بازداشت شده بود بیشتر کرد. انتقاد از واکنش ضعیف مقامات ایران هم در تحقیق حادثه‌های حمله به مکتب‌های دخترانه کم نیست.
بحران مربوط به زهرآلودشوی پراسرار مکتب‌های دخترانه با دوره سختی برای رهبریت ایران راست آمد که با اعتراض‌های سرتاسری از نظام لباس مجبوری زنانه و آشوب‌های اجتماعی ربط می‌گیرد. وزیر امور داخلی ایران گفت که حمله‌ها کاری دست دشمنان ایران است و هدفشان ایجاد ترس میباشد. برنامه رو ادامه می‌دهیم. در خانه هر دهقان در دنغره تا 10 تن پخته نگهداری می شود. این در پی یک سنجش مقامات ختلون معلوم شده است. کاهش نرخ پخته سبب شده است که بسیاری از کشاورزان از فروش محصولات خود خودداری کنند. نرخ کم و عامل‌های دیگر به گفته دهقانان زحمت آنها را در میدان‌های پخته ناچیز و کم درآمد کرده است. گزارش محمود جان رحمتزاده را در این باره با هم می‌بینیم. دهقانان ناحیه دنغره تا حال 1000 تن پخته‌شان را به فروش نبرآورده‌اند. حکومت ناحیه معین کرده است که این مقدار پخته در خانه و مکان‌های مخصوص نگهداری می‌شود. مقامات می‌گویند که پس رفتن نرخ سبب خودداری از فروشی پخته شده است. گروهی تشکیل کردم از طرف نور اداره کشاورزی از شعبه اقتصاد ناحیه دنغره گروهی رفتن دیدن حتی رئیس جماعت گشتن اونا بخصوص که اون نرخ کشور خریدار می‌کنند و دهقان خانه نمی‌شود. تحقیق مقامات معین کرده است که در خانه بعضی دهقان تا 10 تن پخته نگهداری می شود. حالا در ناحیه دنغره 10,121 هکتار زمین آبی به قید گرفته شده است. در سال 2022 از این شماره دهقانان در 4,850 هکتار پخته کشت کرده اند. خریداری پخته منطقه شرکت جونتای ختلون سینسیلو است که در ناحیه دنغره کارخانه بنیاد کرده است. این کارخانه اشیاء خام را از ساکنان خریداری کرده آن را کارکرد میکند. جونتای تکستیل دنغره فقط با نرخ پخته دنغره کار نمیکنند. برای که در ناحیه دنغره در ولایت ختلون با دیگر شهر ناحیه هستند که با پخته سرکار کنند و نرخ پخته 3 سال کرده میشود. جونتای تکستیل خرید نرخ پخته را از همین شهر ناحیه دیگر نیست برای مونده شده. جونتای سینسیلو تکستیل دنغره در یک سال تا 25,000 تن نرخ پخته را کارکرد میکند. اینچنین این کارخانه در ولایت زمین‌های خود را داشته به کشت پخته مشغول است. مقامات دنغره گفتند که یک قسمت زمین‌های این کارخانه در ناحیه آنها قرار دارد. کارخانه جونتای در مستقلا زمین‌های موجگی خچا دارد. شهرنامه و تخصصنامه برای حکومت خطی همون زمین کارکرد میکنند، محصولات استحصال میکنند. سال 2015 پارلمان تاجیکستان سندی را توصیب کرد که جونتای ختلون سینسیلو صاحب 15,000 هکتار زمین در ولایت شده بود. بعد 4 سال استفاده زمین جونتای ختلون سینسیلو از یک قسمتی زمین‌هایش دست کشید. مقامات دنغره سال 2020 گفته بود که زمین‌های آبیش را از شریکان خیتویش می‌گیرند. حالا در ولایت ختلون 5 شرکت خارجی 33,504 هکتار زمین داشته است. از این شماره 13,437 هکتارش را آبی تشکیل می‌دهد. اما رئیس کمیته زمین تاجیکستان دقیق نگفت که کدام شرکت‌های خارجی صاحب زمین است. در نوعی دنغره جمعیتی سهامی پوشیده جونتای دنغره سینسیلو میدان 1788 هکتاری آبی استفاده می‌برد. چیزی که شما می‌دانید زوادی کارکردم در نوعی دنغره دارد تا کارکرد نهایی کاربری کداست که چقدر جاهای کاری برای مردم جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شده است. حالا اگر از یک سو شرکت خریدار بیشتر به زمین‌های خود مشغول باشد و هم از 10 تا 7 سامان کم شدن نرخ پخته سبب گشته باشد، از سوی دیگر گرانی نیروهای معدنی پرورش پخته را برای دهقانان کم درآمد کرده است. با این حال معلوم نیست کی دهقانان پخته خود را خواهند فروخت و آیا در موسم نو پخته کشت خواهند کرد یا نه. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه دنغره. بیننده عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا برنامه بعد خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.